فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. و بیننده بعدی در مورد این پرسیدن که یأجوج و مأجوج چه کسانی هستند و کجا قرار دارند؟ یأجوج و مأجوج یکی از مخلوقات الله تبارک و تعالی که ظاهراً و عمدتاً از جنسی بشر باید بوده باشند و محل وجودشان در قسمی که در سوره کهف الله تبارک و تعالی در جریان داستان ذوالقرنین در آغاز پاره 16 ان یأجوج و مأجوج مفسدون بیان کرده. اول سفری ذوالقرنین به حساب قرآن کریم و به تاریخ نگاران و تاریخ شناسان یکی از جمله اشخاصی هست که در مجموع کره زمین معمور زمان خود، نه کره‌ای که در زمان ما، قسمت هایی که در زمان ما معمور شده، در زمان خود کره خشکی محیط با بحر، نه خشکی های جدا و منفصل از محیط ها، در اینجا در مجموعه حکمرانی داشت. اولین سفری از اونها برای نشر حکومت خود به سوی غرب بود تا به اینکه به نقطه بحر سیاه با اونجا رسید، محیط اطلس با بحر اطلس رسید. در آخرین نقطه که از او به بعد یعنی اقیانوس دیگه، بله اقیانوس رسید و در چشم دید جز آب و محل غروب آفتاب دیگر چیزی نبود. بعد از او برگشت به سوی مشرق، به سوی ثم اتبع سببا، بعد از اون پیگیری کرد راه و وسایل پیشرفت را حتی اذا بلغ مطلع الشمس، تا به اینکه به نقطه طلوعگاه زمین آفتاب رسید، یعنی اولین نقطه‌ای که از او آفتاب طلوع میکرد که بعد از او باز دیگر اقیانوس بود، اقیانوسی که ژاپن و اینها در وسط او قرار دارد. این نقطه شرق شد. ثم اتبع سببا، بعد از رخ شرق که یعنی باید با هند و اینجاها رفته باشه و چین، این محدوده ها قسمت ها بوده باشد. بعد از او پیگیری کرد وسایل و امکاناتی پیشرفت و امکاناتی دست داشته را حتی اذا بلغ بین السدین، تا به اینکه میان دو سد رسید. وجد من دونهما، دو کوه با هم نزدیک و بزرگ که راه های دیگری را با اونها بسته بود. وجد من دونهما قوما لا یکادون یفقهون قولا، نزدی از اونها، زیری اونها قومی را، یا که پشت سر اونها قومی را یافت که مردمان را یافت که نزدیک نبود که چیزی را بفهم، یعنی زبانشان با زبان دیگرها تفاوت داشت، هیچ نوع یعنی قابل تفاهم، بسیار به مشکل قابل تفاهم بود، کلا حرفشون قابل فهم نبود بخور. بله. قالو، اینها گفتن که یا ذوالقرنین، ای ذوالقرنین ان یأجوج و مأجوج مفسدون فی الارض، یقینا یعنی یأجوج و مأجوج مفسدی در زمین هستن، فساد پیشه هستن، کارشان فساد است، دیگر کاری خوب یاد ندارن اصلا. علت اینکه خودشون هم به اون روز افتاده بودن هم مشکل این بود که یأجوج و مأجوج اینها، این قوم ها اونها رو به این روز انداختن. یأجوج و مأجوج بعد از اونها قرار داشت. و این یعنی عموما از تشریح قرآن کریم معلوم می شود که این در قسمت شمال شرقی زمین بوده باشد، کره زمین.
فهل نجعل لك خرجا على ان تجعل بیننا و بینهم سدا، آیا برای تو مزد تعیین بکنیم بگذاریم تا که یک سد و مانع و دیوار مانع میان ما و آنها بسازی. میان این دو کو یگانه راهی رسیدی اونها به ماست، یک دیواره بنداز تا که اونها نتونن به ما برسن. این دیواره ذوالقرنین، قسمی که بیان صریح قرآن کریم هست، ساخت و از کوره های آهن بعد از کاملا داغ ساخته شد. بعد از قال آتونی افرغ علیه قطره، بالای او قطر میز و دیگه چیزهای ریخت تا که خب با هم جوشید، کوره های آهن سرخ شده با هم جوشید. فما استطاعوا ان یظهروه و ما استطاعوا له نقبا، پس آنها بلند شده هم نتونستن بالای از چون ارتفاعش خیلی بلند بود، بالا شده هم نتوانستن و او را سوراخ کرده هم نتوانستن. که در آخر پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم میفرماید که و در سوره زخرف هم الله تبارک و تعالی بیان کرده که حتی اذا فتحت یأجوج و مأجوج و هم من کل حدب ینسلون، تا یکی دیوار یأجوج و مأجوج گشوده شود و آنها از هر جهت روان شوند دیگه بریزند بالای دیگر اهل زمین، دیگر افرادی بشریت. و این را هم ذوالقرنین هم در جریان بیان خود اظهار سپاس الله تبارک و تعالی فرموده که قال هذا رحمت من ربی، الله تبارک و تعالی حکایت میکنه گفت این رحمتی پروردگار ما هست. فاذا جاء وعد ربی جعله دکا، وقتی که زمان تعیین کرده پروردگار ما بیاید جعله دکا، ای را ریزه ریزه میسازد. و کان وعد ربی حقا، و موعد پروردگار ما حق است، یعنی این حتما رخ خواهد داد. اون زمان چی میشه؟ الله تبارک و تعالی میفهمد که اون زمان که وعده الهی ما چی میشه؟ و ترکنا بعضهم یومئذ یموج فی بعض، بعضی آنها در بعضی دیگر موج میزنه. و نفخ فی الصور فجمعناهم جمعا، و صور بر آنها نفخ، صور بعد از اونها نفخ میشه و یکی از علامات جمعشان اینه که میکنه. نزدیکی و قیامت این میرسه. قسمی که در احادیث آمده بعد از نزول عیسی علیه السلام و در حیات عیسی علیه السلام بله غالبا صورت میگیره، یعنی خروج یاجوج و خروج یاجوج و ماجوج. و الله تبارک و تعالی مسلمانایی که با عیسی علیه السلام هستن در جبال و کوههای بیت المقدس اونها را حفظ میکند از رسایی یاجوج و ماجوج، که حتی یاجوج و ماجوج تمام زمین رو میگردند و در نهایت میگویند که از اهل زمین کس نماند، از اهل زمین کس نماند. بله. پس ما کسانی که در آسمان هستن اون تیر انداخته اونها را شکار کنیم تا، یعنی انسان هم مورد غذای از اونها هست و تعدادشان هم به اندازه هست که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله میفرماید که یعنی دسته های پیشی اونها میآیند بالا یک نهر، دریای روان، از او رو می نوشن، تشنه از تشنگی آب می نوشن برای که او خشک میشه. یعنی کاملا از اولی دریا گرفته تا به آخر میریزن. من کل حدب، از تمامی دره ها و از تمامی راه ها هیچ یکی خالی نیست. پس آبی که این اخیر هست نوشیده میشه، آبی اول هم افرادی که بالا هست اونها می نوشه. اونجا قطع شده تا به ای که سلسله به اینجا ادامه پیدا کنه، لذا اینجا نوشیده شد، اونجا ادامه آب که نبود قطع میشه. این هست که بعدی ها که آمد میگه زمانی در اینجا آب بوده، به این انداز تعدادشان زیاده هست. و این هم یکی از جزئی از امت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم به شمار می روند. و یکی از پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودن که الله تبارک و تعالی فرمودن
در حدیث قدسی که از بنی آدم از هر 99 یا 999 یکی بهشت میره و دیگر همه دوزخ. صحابه در اینجا یعنی پریشان شدن و ترسیدن. نبی اکرم صلی الله علیه و آله فرمودن که جای ترس نیست برای امتی که یأجوج مأجوج جزئی از محشورین با آنها باشد که آنها تکمیل میکنن. یعنی اینقدر تعدادشون زیاده دیگه. تعدادشان زیاد است، تکمیل میکنن ایره و دیگه کفاری که بعد از بعثت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله از یهود و نصارا و بله کمونیست و تا تمام ملت‌هایی که الان در دنیا زندگی میکنن چیزی از اونها شامل هست. اینها تمامشان یعنی 999 را تکمیل میکنه و در ضمن یک و اینجا هم بیانگر این هست که یأجوج مأجوج اهل اسلام نیستن بلکه اهل کفر هستن، تا با الله تبارک و تعالی هم ایمان ندارند. و چیزی دیگری هم که راجع به یأجوج مأجوج هست، موضوع این هست که جایشان قسمی که فعلا تا به حال که کدام قوم و مردم هست مشخص به کس نشده. حتی سدی که دیوار آهنینی که ذوالقرنین ساخته بود و در اخبار غیر از قرآن کریم در اخبار تاریخی یونان و دیگرها ثبت هست بوده، یعنی او تا به حال یعنی مورد کشف دقیق نیست. ملتی که پشتی سر او هست کدام هست یعنی دقیقاً این تشخیص نشده، اما جهت شمال شرقی زمین باید وجود داشته باشند و اونها قسمی که فعلا کیفیت اونها و هویت مکانیشان مشخص نیست برای دیگرها، که فعلا هم با وجود میگویند که همه جاها را گشتن. در هر گشت گذاره حتی امسال هم در یکی از جزیره ها انسان‌های پیدا شد که رفتن کشتی ها و قافله های انسان‌های پیدا شد در یکی از جزیره ها که تا به حال لباسی مورد پوشیدن نداشتن، یعنی با لباس آشنایی نداشتن و کس از اونها اطلاع نداشت. این همه گفته بودن که همه جا را ما گشته جایی را خالی نگذاشتیم. فعلا انسان‌های که اقوامی به هزارها در اونجا وجود داشتن و بحیره آنقدر بزرگ هم در پهلویشان نبود، بحیره کوچک یعنی نسبتاً کوچک اقیانوس نبود، یعنی در اونجا یافت شدن. و این بیانگر است که در آنچه که اطلاع مورد اطلاع بشر هست هنوز ناقص است و چیزی میشه که یعنی ما دسترسی نداشته باشیم. در عین حال همین یأجوج مأجوج که همه جا را میگردن و همه یعنی افراد از اینها از تمام وادی ها و دره ها عبور میکنن. اینها عیسی علیه السلام در شام تمرکز پیدا میکنن. عیسی علیه السلام و همراهان او، مسلمان هایی که همراه او هستند، در کوههای اطراف بیت المقدس و جاهای دیگر هستند. اینها از اونها هیچ آگاهی پیدا نمیکنن و در مقابل متوجه آسمان میشن که باید آسمان بزنیم. این هم هست که علم اونها، جهانگردی اونها هم ناقص هست که بالآخره مخلوقی هستن، باید نقصی در اونها و سطح معارف و اطلاعاتشان بوده باشد.